سلام، خوش اومدید به کانال بیت وان گرام. توی این ویدیو قراره در مورد وضعیت کلی بیت کوین و آلت کوین ها با همدیگه صحبت کنیم. در چند روز گذشته آلت کوین ها به نسبت بیت کوین اصلاح‌های سنگین‌تری رو تجربه کردند و این موضوع باعث شده که ترس سرتاپای معامله‌گرها و سرمایه‌گذارهای تازه وارد و کم تجربه رو بگیره. ولی در وسط همین ترس ما می‌خوایم در مورد آلت سیزن بزرگ با همدیگه صحبت کنیم. الگوهای به شدت سودی که برای آلت سیزن وجود دارند، کسی بهشون توجه نمیکنه، در موردشون صحبت نمیکنه، ولی نشون دهنده یک حرکت بزرگ برای آلت کوین ها هستند. حرکتی که مطمئناً خیلی ها براش آماده نیستند، ولی قطعاً سرمایه‌گذارهایی که عجول نیستند و خودشون رو درگیر ترس و طمع نمی‌کنند میتونن در این حرکت بزرگ سودهای بزرگی رو از مارکت بگیرن. اول از خود بیت کوین و مارکت کریپتو با هم دیگه شروع کنیم. همین الان که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، بیت کوین با قیمت $93412 داره معامله میشه. در 24 ساعت گذشته قیمت بیت کوین تقریباً 2% ریزش داشته، به خاطر اخبار بد دیگه‌ای بوده که ما از بیت کوین داشتیم و این موضوع روی آلت کوین ها هم تاثیرگذار بوده و اکثر آلت کوین ها میشه گفت که به وسع خودشون در 24 ساعت گذشته ریزش هایی رو اومدن از خودشون نشون دادن و وضعیت مارکت میشه گفت که در چند روز گذشته اصلا جالب نبوده. و با هم تمامی این وجود داره ملاحظه میکنیم که کماکان شاخص ترس و طمع بیت کوین عدد 69 هست که عدد طمع رو داره نشون میده و شاید ما نیاز داریم به اینکه یک مقدار هم پایینتر بریم که این شاخص ترس و طمع به سمت حالت خنثی و حتی حالت ترس حرکت بکنه. ما چارت بیت کوین رو داشته باشیم در تایم فریم 4 ساعته. همچنان سطح قیمتی به شدت مهمی که برای بیت کوین وجود داشت 91379 تا $92665 برای بیت کوین حفظ شده. بیت کوین این سطح قیمتی رو از دست نداده و خب کماکان بیت کوین میتونه از اینجا قیمتش افزایش داشته باشه. میشه گفت که تقریبا به عنوان آخرین سنگر بیت کوین هستش این سطح قیمتی و ما اینجا رو از دست بدیم، خب انتظار اصلاحات بیشتری از بیت کوین وجود داره و ما دوباره و میشه گفت که بیت کوین در مرحله تثبیت هست. ملاحظه میکنیم به این دو تا ناحیه قیمتی مهم قیمت بیت کوین داره معامله میشه. ما دوباره چارت بیت کوین رو داشته باشیم در تایم فریم 4 ساعته. علیرغم ریزشی که ما 2 روز گذشته در مارکت دیدیم از بیت کوین، کماکان ساختار رفتار قیمتی بیت کوین بگیم ساختار کلی بیت کوین سعودی هست. ما سقف قیمتی رو در $99372 داشتیم که اومدیم یک سقفی رو ایجاد کردیم در $92,000 تقریبا و بعد از اون یک رشدی رو داشتیم تا سقفی که $102,425 بود که از سقف قبلی ما بزرگتر بوده و در ریزش اخیر داریم ملاحظه میکنیم کفی که الان ما داخلش هستیم $93,000 تقریبا $400 کفی است که از کف قبلی ما بزرگتر است و اگه بیت کوین بتونه این کف قیمتی رو برای خودش حفظ کنه، خب مارکت میتونه افزایش داشته باشه و بیت کوین به سمت سود حرکت کنه. و در تایم فریم یک روزه هم ما در حال تثبیت در یک الگوی به شدت سودی هستیم، الگوی مثلثی که برای بیت کوین وجود داره. ما داریم ملاحظه میکنیم ما تا به الان میشه گفت که هولوش یک خط روند سعودی به شدت مهم هستیم که تا به الان 4 بار قیمت بیت کوین اومده به اینجا واکنش نشون داده و بعد از اون قیمت افزایش داشته و الان 4مین بار هست و خب اگه ما این الگو رو بتونیم کماکان حفظ کنیم، از دستش ندیم، خب قیمت بیت کوین میتونه افزایش داشته باشه و بعد از اینکه ما از این الگو خارج شدیم، اگه بتونیم حفظش کنیم، از دستش ندیم، بعد از اینکه ما از این الگو به سمت بالا خارج شدیم، میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که روند جدید حرکت بزرگ بیت کوین شروع بشه. و دادهایی که ما داریم دوستان نشون میده که شرکت های آمریکایی که الان دارن بیت کوین رو هولد میکنن 65% بیشتر از شرکت هایی هستن که آمریکایی نیستن و دارن بیت کوین رو هولد میکنن. بالاترین سطحی هست که در تاریخ بیت کوین وجود داره و مطمئنا به خاطر اتفاقاتی است که صحبت هست که دونالد ترامپ انجام داده و وعده هایی هست که داده. ولی با وجود تمامی وعده هایی که دونالد ترامپ داده، یک خبری دیروز در مارکت اومد بیرون که خبر اصلا جالبی برای بیت کوین نبود. ما دیروز یک واکنشی رو اومدیم
به سطح قیمتی داره ملاحظه می‌کنیم 92000 $92500 داشتیم و بعد از اون قیمت بیت کوین افزایش داشت و انتظار میرفت که قیمت بیت کوین کوچولو حداقل بیاد بالا، ولی داره ملاحظه می‌کنیم دوباره قیمت اومده پایین به خاطر اخباری هست که ما از بیت کوین داشتیم. حالا اخبار جدی هستش، اخبار جعلی هستش، ما نمی‌دونیم، ولی خب داره ملاحظه می‌کنیم رسانه‌های بزرگی در موردش صحبت کردن که علیرغم اینکه دونالد ترامپ قبل از انتخابات گفته بود که خب من اجازه نمیدم آمریکا هیچ کدوم از بیت کوین های خودش رو بفروشه، ملاحظه می‌کنیم وزارت دادگستری آمریکا DOJ با فروش 69370 عدد بیت کوینی که از جاده ابریشم اینها اومدن گرفته بودند که تقریباً 6.5 میلیارد دلار هستش موافقت کرده. یعنی که خب آمریکا میخواد میشه با فروشش موافقت کردن و میشه گفت که تقریباً شاید اینجوری بگیم که آخرین ضربه هایی هست که دموکرات‌ها میخوان به دونالد ترامپ بزنن. تقریباً میشه گفت که 11 روز دیگه ترامپ قراره تحلیف بشه، وارد کاخ سفید بشه و این حرکت اصلا حرکت جالبی نیست، یک اتفاقی هست که میخوان دموکرات‌ها انجام بدن. ولی با وجود این خبری که وجود داره ملاحظه میکنیم که همین بیت کوین هایی که از جاده ابریشم دولت آمریکا اومده بود گرفته بود کماکان در ولت خودش وجود داره و جابجا نشده. سری های قبلی که ما همچین اتفاقاتی رو داشتیم که دولت آمریکا میخواست بیت کوین های خودش رو بفروشه، این اتفاق رو در هفته ها در طی چندین هفته انجام داده که خب شاید دونالد ترامپ رئیس جمهور بشه تا جلوی این موضوع رو بگیره. ولی خب داریم ملاحظه میکنیم با وجود اون خبر کماکان هیچ بیت کوینی از این ولت حالا دولت آمریکا خارج نشده و اون خبر بوده که تأثیر منفی گذاشته بر روی رفتار قیمت بیت کوین، ترسی رو در مارکت ایجاد کرده. ما ETF های بیت کوین رو هم نگاه کنیم، دیروز شاهد خروجی 568 میلیون دلاری از سمت ETF های بیت کوین بودیم. میشه گفت که این ریزشی که ما داشتیم رو ETF ها هم رهبری کردن، بهش کاتالیزور دادن و بلک راک و فیدلیتی و آرک اینوست رو هر کدومشون بالای 100 میلیون دلار فروش رو داشتن که حتی ما داریم ملاحظه می‌کنیم فیدلیتی 258 میلیون دلار خروجی داشته و خب داریم ملاحظه میکنیم بلک راک هم دیگه کم کم داریم خروجی ها رو ملاحظه میکنیم و این خروجی ها میشه گفت دوستان بعد از این بود که ما در یکی دو روز گذشته شاهد ورودی های 908 و 978 میلیون دلاری به سمت بیت کوین بودیم. میشه گفت که یهو این داستان عوض شده به خاطر احتمالاً همون مسئله فروش که شاید دولت آمریکا بیت کوین خودش رو بفروشه یا داده‌هایی هست که وجود دارن. ولی خب این اتفاقات میتونه بیفته و ببینیم که در چند روز آینده ETF ها چه واکنشی رو به رفتار قیمتی بیت کوین خواهند داشت و این هفته بسیار مهمی است به نظر من. ما نیاز داریم که این هفته خب قیمت بیت کوین بالای 100,000 دلار برگرده و اگه ما فرض رو بر این بذاریم که قیمت بیت کوین نمیخواد بالای 100,000 دلار برگرده، باید در 10 روز آینده که دونالد ترامپ میخواد رئیس جمهور بشه ما بالای این سطح قیمتی مهم معامله بشیم که اومدن ترامپ رو یک رویداد مثبت بدونیم و به افزایش قیمت بیت کوین و مارکت کمک کنه. اما ما شاخص آلت سیزن ایندکس رو هم داشته باشیم، کماکان عدد 49 رو داره و ما نشون میده که وضعیت به نفع آلت کوین ها هست. ما در چندین ماه گذشته در همچین حالت‌های شاهد بودیم که آلت سیزن ایندکس تا عدد 20 خورده‌ای پایین می اومد که نشون دهنده بیت کوین سیزن مطلق بود و با این عدد میشه گفت که چرخش میتونه به سمت آلت کوین ها ایجاد بشه و باعث افزایش قیمت آلت کوین ها بشه. ما توتال تری رو هم داشته باشیم، داریم ملاحظه میکنیم توتال تری کماکان سطح حمایت 933 میلیارد دلاری خودش رو حفظ کرده که سطح مهمی هستش و اگه ما فرض رو بر این بذاریم که بیت کوین این سطح قیمتی مهم رو از دست بده، انتظار این که توتال تری یعنی مارکت کپ آلت کوین ها بجز اتریوم تا حمایت مهم 779 میلیارد دلاری هم که با خط آب سفید نشون دادم وجود داره و ما دامیننس بیت کوین رو هم نگاه کنیم، داریم ملاحظه می‌کنیم دامیننس بیت کوین هم در این هفته به خاطر حالا ریزش‌های بیت کوین صعودی بوده و الان ما داریم ملاحظه می‌کنیم خب دوستان ما یک سقفی رو داشتیم که منجر به ایجاد یک کپ جدید بود که خب از کپ قبلی کوچکتر بود و سقفی که ما در 2 هفته گذشته ایجاد کردیم از سقف قبلی ما کوچیک‌تر هستش. خب الان یک کپی داریم درست می‌کنیم که از کپ قبلی بزرگتره و خیلی برای ما مهم هست که ما الان سقف قبلی رو نزنیم، یعنی ازش عبور نکنیم که ساختار دامیننس بیت کوین هم سعودی بشه که این موضوع برای آلت کوین ها خوب نیستش. اما در مورد
آلت سیزن بزرگ بیایید با هم دیگه صحبت کنیم. 2 تا الگوی به شدت سودی که در مورد آلت کوین ها وجود داره و مطمئنا تاثیر بزرگی میتونه روی دامیننس بیت کوین بذاره. ما می‌بینیم که دامیننس بیت کوین بیاد پایین، تسلط بیت کوین بیاد پایین، سرمایه‌گذارها به دنبال سرمایه‌گذاری در روی آلت کوین ها خواهند بود. اول ما از اتریوم شروع کنیم. مثلا اتریوم در حال ایجاد یک الگوی به شدت سودی هستش که اگه ما فرض رو بر این بذاریم، الان یه سری تئوری هایی وجود دارن میگن که آقا قیمت بیت کوین الان $94,000 ولی قیمت آلت کوین ها کماکان مساوی هست با زمانی که بیت کوین $16,000-20,000 بود. و یک تئوری هم دیگه وجود میگه آقا بیت کوین خیلی رشد کرده و شاید وارد یک فاز اصلاحی بشه و در این فاز اصلاحی آلت کوین ها بیان رشدهای قیمتی خودشون رو انجام بدن. حالا دوستان الگوی به شدت سودی اتریوم چی هست؟ الگوی به شدت سودی اتریوم این هستش که ما در حال ایجاد یک الگوی سر و شانه معکوس در چارت اتریوم هستیم که سال 2024 تقریبا میشه گفت که این الگو ایجاد شده. از اوایل سال 2024 میشه گفت که این الگو ایجاد شده. آره، و یک الگوی به شدت سودی است. ما یک شانه چپی رو داریم اینجا ملاحظه میکنیم و بعد از اون قیمت اومده پایین، یک سری رو هم در قیمت $2,333 داریم ملاحظه میکنیم و اومدیم دوباره بالا و حتی اگه ما یک کوچولو بیایم پایین تا الان قیمت اتریوم $3,288 دیگه، تا $2,840 هم ما بیایم پایین، میایم الگوی سر و شانه معکوس رو کامل میکنیم که الگوی به شدت سود است. میتونه قیمت اتریوم از اینجا برگشت بخوره و افزایش‌های خیلی خوب رو داشته باشه و این موضوع خب برای مارکت خیلی خوب است. ما می‌بینیم که همزمان با افزایش قیمت اتریوم، پشت سر اتریوم آلت کوین ها هم میان رشدهای بزرگی رو از خودشون نشون میدن و مطمئنا تاثیر خیلی بزرگی بر دامیننس بیت کوین هم میتونه بذاره. و حتی پس ما فرض رو بر این بذاریم که بیت کوین بخواد اصلاح بیشتری رو داشته باشه و مطمئنا اتریوم هم با بیت کوین میاد پایین و میتونه این الگوی شانه راست الگوی خودش رو تکمیل کنه و بعد از اون شاید بگیم مثلا تا رئیس جمهور شدن ترامپ ما این ریزش رو ببینیم و بعد از رئیس جمهور شدن ترامپ ما شاید باشیم که اتریوم رشد قیمتی خیلی خوب رو از خودش نشون میده و به نفع کاملا آلت کوین ها هستش این الگویی که در چارت اتریوم وجود داره. و علاوه بر اون ما یک الگوی به شدت سودی رو در چارت ریپل هم. چرا دوستان ریپل و اتریوم مهمه؟ چون ما داریم ملاحظه میکنیم که الان اتریوم بزرگترین آلت کوین مارکت هست و پشت سر اتریوم ما ریپل رو داریم که بزرگترین آلت کوین مارکت هست که مارکت کپشون به شدت زیاد است و مطمئنا رشد قیمتی این دو تا آلت کوین به نسبت آلت کوین دیگه تاثیر بزرگتری بر دامیننس بیت کوین میذاره. جدای از فاندهای مثبتی که ما از ریپل داریم، یک الگوی به شدت سودی هم در چارت ریپل وجود داره که ما قبلتر در موردش صحبت کرده بودیم، خیلی در موردش صحبت کرده بودیم. الگوی پرچم به شدت سودی که وجود داره، ریپل یک رشد قیمتی رو از تقریبا 50 سنت شروع کرد تا $2.90 و بعد از اون در یک الگوی پرچم داره استراحت خودش رو انجام میده. خب حالا همین چند روز گذشته خواست از این الگوی پرچم خارج بشه که نتونست و حتی اگه ما فرض رو بر این بذاریم که دوباره بیت کوین ریزش بزرگتری رو تجربه بکنه، یعنی بیت کوین ریزش بیاد پایین‌تر، خب ریپل هم ریزش میاد پایین‌تر و احتمالاً این الگو رو از دست بده به خاطر فاندهای مثبتی که در مورد ریپل وجود داره. و وقتی که ریپل از این الگوی خودش خارج میشه، تارگت ما همون مقدار رشدی هست که تا به این جای کار از خودش نشون داده که میتونه ریپل رو تا قیمت بالای $4.5 نزدیکی‌های $5 هول بده و در این وضعیت خب مطمئناً آلت کوین توپ دامیننس بیت کوین تاثیر بزرگی میگیره و آلت کوین میتونه رشد قیمتی خیلی خوب رو داشته باشن و چون که ریپل در توتال تری قرار داره خب مطمئنا تاثیر بزرگی بر روی بگیم که آلت کوین میذاره برای مایی که روی اتریوم سرمایه‌گذاری نکردیم و روی آلت کوین دیگه سرمایه‌گذاری کنیم. الان دوستانی که همین افرادی که روی آلت کوین سرمایه‌گذاری کردن روی ریپل هم سرمایه‌گذاری نکردن، باید رفتار قیمتی ریپل براشون خیلی خیلی مهم باشه و چارت ریپل رو دنبال کنند و همون اتفاقی در سال 2021 اوایلش افتاد داریم ملاحظه میکنیم که از لحاظ تاریخی و از لحاظ تکنیکال همین چرخه هم میتونه بیفته. ما شاید رشدهای قیمتی خیلی خوب از آلت کوین ها باشیم. پس حتی اگه بیت کوین ریزشش بیشتر هم باشه، این به هیچ عنوان تحت منزله این نیست که آلت سیزن کنسل شده و آلت سیزن کماکان به قدرت خودش میتونه ادامه بده. و این ویدیو اینجا تموم شده.
و دوستان این موضوع رو اضافه کنم تا قبل اینکه نگفتم، حتی اگه خب اون سناریو ما گفتیم که بیت کوین وارد یک اصلاحی بشه و در این بین آلت کوین رشدهای خودشون رو داشته باشن. چرا این مهمه دوستان؟ چون که حالا اگه بذاریم که بیت کوین اصلاح خودش رو میکنه، خب در این ماه در تقریبا میشه گفت که 10-12 روز آینده ما اخباری رو از دادگاه ریپل خواهیم داشت که بعد بارها ما ملاحظه کردیم، همین چند ماه قبل ملاحظه کردیم که ریپل میتونه خودش رو از مارکت جدا کنه. اگه اون اتفاق بیفته، اخبار مثبت باشن، با وجود اینکه بیت کوین مثلا توی قیمت 87-86 هزار دلار هم معامله بشه، آل سیزن دوباره میتونه اتفاق بیفته. و این ویدیو اینجا تموم میشه. امیدوارم که محتوا براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.